امروز 11 دکبر است و در این صبح بر وقت به همه شما بینندگان عزیز درود میفرستم از دفتر مرکزی رادیو زودی در پراگ. ساعت با وقت اینجا 7 است و در نویدی بمدودی برایتان از توضیحات تاجیکستان و جهان میگویم. اما نخست میبینیم که آب و هواشناسان برای امروز چی هوا را پیش بینی کردند. در پراگ هوای کمابری ببوریش در نظر است. احتمال میرود که روزانه حرارت به 4 درجه برسد. در مسکو امروز باران میبارد. گرمی در دوام روز به 3 درجه برابر می شود. در دوشنبه باشد هوا ابری و تا 11 درجه گرم خواهد بود. سیروجدین مهریدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت که در حمله ماه نوامبر به پاسگاه اشغالات زنان و کودکان کشته شدند. این جواب دیپلمات بلندپایه تاجیک به سوال خبرنگار رادیو زودی روز 10 دکبر بعد از جلسه هشتم شروع همکاری‌های تاجیکستان و اتحادیه اروپا در بروسل صدا داد. گروه مسلح 20 نفری به دیدبانگاه مرزی اشغالات قسمی حربی سلطان آباد حمله کرد. آنها 5 اتومات کلاشنیکوف را غصب نمودند. در نتیجه عملیات نیروهای ویژه این گروه بی‌ضرر گردانده شد. 5 نفر بازداشت گردید. آنها در حبسند. ساختارهای حفظی قانون هم خسارات جانی دیدند. متاسفانه تروریستان کودکان و زنان را برای انجام این حمله استفاده کردند. بی‌شبهه ما تمام تلاش را کردیم که کودکان را نجات بدهیم، اما در میان مردم کشته شده شماری از کودکان و زنان بودند. آنها به ما انتخاب دیگر نگذاشتند. توضیح داد وزیر امور خارجه تاجیکستان. مقامات تاجیکستان در گذشته بعضی از این اطلاع را در اختیار رسانه‌ها گذاشته بودند که به جای قناعتمندی سالهای زیادی ساکنان و کارشناسان را به وجود آورده بود. حمله در دیدبانگاه اشغالات در نویه رودکی و در مرز تاجیکستان ازبکستان شب 6 نوامبر اتفاق افتاد. مقامات گفتند حمله کاری جنگجویان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی است و به اطلاع رسمی آنها از نویه قلعه زل افغانستان آمدند. داعش نیز مسئولیت حمله را به دوش گرفت، ولی همچنان فرضیه و گمانزنی‌های دیگری در جامعه و رسانه‌ها وجود دارد. آخر ماه نوامبر محمد سعیدов نماینده کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان هنگام سخنرانی در یک نشست در دوشنبه گفت این افراد تقریباً یک ماه در حدود نویه اسماعیل سامانی زیستند. با گذشت بیش از یک ماه از حادثه مقامات دولتی تاجیکستان جریان واقعه را بیان نکردند و برعکس عکس‌هایی را که روز اول نشر نموده بودند پاک کردند. خبرها درباره حادثه از منابع گوناگون پراکنده و به دست می‌آید و فرضیه‌های مطرح می‌شوند که خبر رسمی را زیر سوال می‌گذارند. یک دادگاه نظامی در سنت پترزبورگ 11 زاده آسیای مرکزی از جمله یک شهروند تاجیکستان را در ترکیش مرگبار در متروی این شهر مساعدت به فعالیت تروریستی، قاچاق مواد ترکنده و اشتراک در اتحادیه تروریستی گناهکار دانست. خدمات مطبوعاتی دادگاه‌های سنت پترزبورگ روز 10 دکبر در تلگرام پیام داد که یک نفر از متهمان به حبس ابد و دیگران از 9 تا 28 سال زندان محکوم شدند. دادگاه همچنان آنها را به پرداختی از 500 تا 800,000 روبل روسی معادل از 9 تا بیش از 13,000 دلار موظف نمود. واکنش نزدیکان و وکیلان محکوم شده ها دسترس نیست. پیشتر همه آنها عیب را نپذیرفته بودند. حمله در متروی سنت پترزبورگ روز 3 اپریل سال 2017 در یکی از واگن ها هنگام حرکت آن در بین ایستگاه های میدان سینای و دانشکده تکنولوژی به وقوع پیوست. در نتیجه آن 16 نفر کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. بنا به خلاصه تفتیشات ترکیش را تروریست مرگ طلب شهروند 22 ساله قرنطبار روسیه اکبرجان جلیلوف انجام داده است. جلیلوف در جای حادثه جان باخت. در عین حال هیچ یک از بازداشت شده ها خود را در ترکیش مترو گناهکار نشمردند. با کمیش 3 نفر آنها از شکنجه شدند با مقصد اقرار گناه شکایت کردند. بینندگان عزیز، تفصیلات این موضوع را در دوام روز حتما با عکس و نوار پیشنهاد شما خواهیم کرد. اتحادیه اروپا به تاجیکستان مشورت داده است که در پیشروی انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی سال 2020 در کشور فضای سیاسی را بازتر کند. این نکته در خبرنامه اتحادیه اروپا روز 10 دکبر ذکر شده است، اما جزئیات در دست نیست. روز سه‌شنبه در شهر بروسل جلسه شورای همکاری‌های تاجیکستان و اتحادیه اروپا برگزار گردید. بنا به اطلاعی که بعد نشست نشر شد، در جلسه مسائل حقوق بشر نیز بررسی شد. مثلا تلاش‌های تاجیکستان برای اصلاح نظام محبس‌ها و کم کردن ضعف‌پذیری هم
هم زندانی ها و هم زندانبان ها. تاجیکستان در یک سال گذشته شاهد دست کم 2 آشوب پرقربانی در زندان ها بوده است. بعد این مقامات گفتند از پای اصلاحات در نظام زندان ها می شوند، ولی وضع واقعی همانا از چشم جامعه مدنی و مطبوعات پنهان است. با این حال هیئت‌های تاجیکستان و اتحاد اروپا اصرار داشتند که گفت و شنود آنها دیروز در بروسل با نتیجه های خوب و در فضای دوستانه جریان گرفته طرف‌ها در همه مسائل مورد بحث به تفاهم رسیدند. هیئت تاجیکستان را وزیر کارهای خارجی سیروجدین موریدین و هیئت اتحاد اروپا را گوردن گرلیچ رادمان وزیر امور خارجه جمهوری خرواتیا سروری کردند. طبق معمول جزئیات این گفتگوها که حتما مسائل داغ را در بر میگیرند پس درهای بسته ماندند، ولی با تاکید رادمان تاجیکستان همه نکات پیشنهادی را پذیرفت. بیانگر آن است که میتواند که اتحاد اروپا در برابر کمک‌های شرط‌های معینی را نیز گذاشته است و طرف دیگر آنها را پذیرفته است. اتحاد اروپا در سالهای 2014-2020 به تاجیکستان در مجموع 227 میلیون یورو کمک کرده است که این مبلغ به بخش‌های معارف، بهداشت و رشد دهات روانه شده است. بر اساس استراتژی پیشین اتحاد اروپا برای آسیای مرکزی در دوام 7 سال گذشته به تمام کشورهای منطقه در حجم 1 میلیارد یورو کمک و برنامه‌ها ارائه شده است و انتظار می‌رود بر اساس استراتژی نو این یاری‌ها افزایش یابند. در استراتژی اتحاد اروپا برای آسیای مرکزی گفته می‌شود که مسائل حقوق بشر در سیاست خارجی سازمان از جمله در رابطه با همکاری‌های دوجانبه با تاجیکستان خیلی مهم می باشد. بینندگان عزیز، در آخر صحبت من درباره اسعار خارجی به شما معلومات میدهم که قرب روبل روسی امروز نسبت به روزهای پیش بالا رفته است. ضمناً بالاروی روبل روسی در حالی است که بیش از یک هفته می شود انتقال پول به تاجیکستان به یک نوع دردسر مهاجرین تاجیک تبدیل شده است و همین سحر نیز ما از چند مهاجر تاجیک مراجعات ویدیویی گرفتیم که میگویند در فرستادن پول به پیوندانشان مشکل دارند و از مقامات تاجیکستان میخواهند هر چه زودتر وضعیت به وجود آمده را حل کنند. رهبر جنوی اکثریت دموکرات ها در مجلس نمایندگان کنگره امریکا نانسی پلوسی روز سه‌شنبه گفت با 2 اتهام سوء استفاده از مقام و مانع عدالت شدن با اظهار ناباوری برای پرزیدنت دونالد ترامپ تلاش خواهد کرد. قرار است مسئله اعلام عیب ضد ترامپ بر اساس 2 بند مذکور هفته روان در کمیته حقوق مجلس نمایندگان امریکا برای رایگیری پیشنهاد شود. اگر کمیته آن را جانبداری کند پس برای رایگیری عمومی با مجلس نمایندگان پیشنهاد می شود. دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان اکثریت را تشکیل می دهند و بنابراین به احتمال زیاد اعلام ناباوری به ترامپ جانبداری خواهد شد. تفتیش امکان اظهار ناباوری به ترامپ پس از صحبت تلفنی او با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی آغاز شد. دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا ادعا دارند که ترامپ در صحبت تلفنی ماه ایول سال روان به زلنسکی فشار آورده است تا ضد رقیب سیاسیش جو بایدن در اوکراین تفتیشات آغاز شود و بنابراین کمک‌های نظامی واشنگتن به کیف به تأخیر گذاشته شده است، ولی ترامپ میگوید فشار نآورده است. صبح امروز 2 ماشین سرشار از مواد ترکنده در نزد پایگاه باگرام بزرگترین استحکام نظامیان آمریکا در افغانستان منفجر شدند که باعث مجروح گردن دست کم 5 نفر شد. این اطلاع را به رادیو آزادی منصبداران افغان رساندند. رئیس نیوی باگرام حاجی عبدالشکور قدوسی گفته است که ماشین ها در دهه جون قدم واقع در کنار پایگاه باگرام ترکیدند و گفته این منصبدار در نتیجه ترکیش یک پستگاه امنیتی تخریب شد و بعد از آن جنگجویان توسط دیواری شکسته به پستگاه وارد گردیده با نیروهای دولتی برخورد نمودند. نماینده نیروهای بین‌المللی زیر رهبری پیمان ناتو در افغانستان میگوید حمله به یک انشاءات طبی ضرر رسانده است که برای معاینه مردم افغان ساکن نیوی باگرام ساخته شده است. این سخنگو افزوده است که حمله به زودی خنثی شد ولی انشاءات طبی ضرر دید. در همین حال گنرال محفوظ ولیزاده رئیس پلیس ولایت شمالی پروان گفته است که هدف حمله یک کاروان نظامی آمریکا بوده است. کسی مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است تا به حال، ولی در گذشته نیروهای آمریکا و ناتو در منطقه باگرام بارها مورد حمله قرار گرفتند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید در ازبکستان شکنجه و بدرفتاری گسترده جای دارد. این سازمان از ازبکستان دعوت کرده است که مشورت‌های کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد را اجرا کند. هیو ویلیامسون رئیس این سازمان در منطقه اروپا و آسیای مرکزی گفت ازبکستان باید در ریشه‌کن نمودن شکنجه را در اولویت قرار داده این عمل را برای ابد قطع کند.
مقامات روسیه یک فعال سازمان سیاسی در تاجیکستان فعالیتش ممنوع گروهی 24 را پس از 5 روزی بازداشت آزاد کردند. خورسند نجمیدینوف روز 5 دکبر از جانب خدمات مرزبانی روسیه در فرودگاه ونوکووا بازداشت شده بود. گروه 24 در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 9 دکبر نشر کرد گفت که خورسند نجمیدینوف بنابر رویخط پیشنهاد کرده مقامات تاجیک بازداشت شده بود. طبق بیانیه گروه 24 بعد 4 روز بررسی پرونده دادگاه او را از بازداشتگاه موقتی به قید و شرط آزاد نمود. این گروه بازداشتی وی را دارای انگیزه های سیاسی گفته بود. این بیانیه میگوید برای رهایی خورسند نجمیدینوف وزارت امور خارجه افسری هم تلاش کرده است. یادآور میشیم که نمایندگان گروه 24 میگویند او از سال 2016 در افسری حق پناهندگی پیدا کرده است. نظر مقامات تاجیک در رابطه با بازداشت و رهایی خورسند نجمیدینوف معلوم نیست. مقامات روسیه هم نگفتند که این فعال سیاسی تاجیک چرا بازداشت و سپس رها شده است. گروه 24 عمر علی قوتوف تاجر تاجیک سال 2012 تاجیکستان را ترک کرده بود در مسکو تأسیس داد. او بهار سال 2015 در ترکیه کشته شد. اعضای این سازمان در تشکیل کشتار قوتوف مقامات تاجیکستان را گناهکار کردند. مقامات این ادعا را رد نمودند و یادآور میشوم بازم که دادگاه عالی تاجیکستان گروه 24 را سال 2014 یک حرکت اکستریمیستی خواند و فعالیت آن را در حدود کشور منع کرد. ریاست امور داخلی تاجیکستان عامل صدمه ماشین یوری تجلی در یکی از راههای مرکزی شهر دوشنبه را جریمه بست. بنا به معلومات این منبع صدمه نصف روزی 1 دکبر به عمل آمد. شهریار رستمیفی 19 ساله که دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان بود از با سرعت بلند راه را در رنگ سرخ چراغک عبور کرده به ماشین یوری تجلی برمیخورد. در نتیجه ماشین یوری تجلی چپه می شود. در لحظه صدمه در داخل ماشین یوری تجلی با شمول راننده 3 دختر حضور داشتند. خوشبختانه در این حادثه تلفات جانی به قید گرفته نشده است و طبق قانونگذاری تاجیکستان تعمیر ماشین یوری تجلی به ذمه گمانبر اساسی حادثه شهریار رستموف واگذار گردید. تحقیق در این سمت ادامه دارد و ریاست کارهای داخلی خاطررسان میکند که موافق قانون و واسطه های نقلیاتی یوری تجلی ساختار خاموشکنی و یک قطار واسطه های نقلیاتی دیگر هنگام حرکت در راه برتری داده شده. دیگر رانندگان عهدهدار میباشند که به هنگام حرکت آنها به این ماشین ها راه شده مانع حرکت چنین واسطه های نقلیات نگردند. و بینندگان عزیز اکنون از قرب اسعار خارجی برای امروز میگیم طوری وعده دادم چون از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است. 1 دلار 9 سومانی و 69 درم است. 1 یورو 10 سومانی و 74 درم و 1000 روبل روسی برابر می باشد به 152 سومانی. سپاس میگم که ما را تا این لحظه تماشا کردید. خبرهای زیاد در دست داریم که دیگرش را ما در برنامه خبری و در دوام روز حتما برای شما خواهیم گفت. با ما باشید و روزتان بخیر باد.